ای برادر و خواهر گرامی، جوانی میگذرد و سلامتی هم پاینده نیست. ثروت و فراغتی میماند؟ نه، هر چیزی که امروز داری فردا شاید نباشد، فردا شاید از دست برود. پس مغرور مشو به جوانی، به سلامتی، به قوت و ثروت و دارایی. دنیا گذرنده است و آخرت باقی و جاویدان است. چگونه که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند: بدان که دنیا روی به رفتن دارد و آخرت به آمدن، پس فرزندان آخرت باشید نه فرزندان دنیا، زیرا امروز عمل است و حسابی نیست و فردا باشد حساب است و عملی نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: 5 چیز را پیش از 5 چیز غنیمت دان. حیاتت پیش از مرگت، جوانیت پیش از پیریت، سلامتیت پیش از بیماریت، فراغتت پیش از مشغول بودنت و ثروتت پیش از فقرت. ای دوست، هر روز، هر ساعت، هر نفس این پاره عمر توست. حسن بصری رحمه الله تعالی میفرماید: ای فرزند آدم، تو جز چند روزی نیستی، هر روزت میگذرد، پاره تو از بین میرود، پس با غافلان مباش. ابن جوزی میفرماید که شب و روز در تو عمل میکند، پس تو نیز در آنها عمل بکن، وگرنه آنها عمرت را میبرند. هر لحظه میتواند آخرت باشد و هر لحظه میتواند آخران نفس تو باشد، پس آن را در راه رضای الله صرف کن. زندگی را با عبادت، با ذکر و خیر و نیکی و سخاوت شیرین بگردان. الله می‌فرماید: رستگار شدند آنکه نفسش را پاکیزه گردانید و زیانکار گردیدند آنکه نفسش را آلوده ساخت. پس ای مؤمنان، نفس را با اطاعت بیاور پیش از آن که فرصت از دست برود، پیش از آن که شاید فردا بیاید و امروزت از بین برود. با امروزی که داری به سوی پروردگار بازگرد، با توبه حقیقی، با عمل نیک، زیرا شیطان با تأخیر انسان را می‌فریبد. بعضی از سلف گفتند: از تأخیر پرهیز کن، زیرا تو صاحب امروز هستی نه صاحب فردا. پس هر لحظه نعمت است و هر نفس حکمت است، پس آن را در راه الله صرف کن تا روز ملاقات با او رویت سفید باشد و نورانی. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.